اگه هر روز صبح این ذکر کوتاه بگی، از نظر مالی بی نیاز خواهی شد، حتی اگه درآمدت کم باشه. این ذکر چنان برکتی به زندگیت میاره که حس میکنی پولت هیچ وقت تمام نمیشه. این ذکر بسیار معروف و مجربه که همتایی نداره. اگر درگیر مشکلات مالی هستی، این فرصت رو از دست نده و این ذکر رو در برنامه روزانت قرار بده. سلام و درود به همه دوستان عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم هر جایی از این دنیا هستید سرشار از سلامتی و برکت باشید. چند نکته مهم درباره این ذکر هست که حتما باید بهش توجه بشه. نکته اول، این ذکر رو باید هر روز بخونید. دقت کنید که فقط یک بار در روز کافیه، اما استمرار در انجامش بسیار مهمه. نکته دوم اینه که حتی اگر بعد از مدتی تأثیرش رو دیدید و درآمدتون بیشتر شد یا برکت زندگیتون افزایش پیدا کرد، نباید اون رو ترک بکنید. اینطور نباشه که وقتی اوضاع خوب شد دیگه ذکر رو کنار بگذارید. نکته بعدی، از همون لحظه‌ای که شروع به خوندن این ذکر می‌کنید، باید انفاق رو هم در نظر بگیرید. ماهی یک بار، حتی با مقدار کم، بخشی از درآمدتون رو ببخشید. مهم نیست چقدر، اما این کار واجبه و بخشی از برکت این ذکر محسوب میشه. این ذکر برای کسایی که کسب و کار دارند سریعتر و مؤثرتر جواب میده. اما اگر شغلی نداری، برای تأثیر بهتر باید این ذکر رو همراه با سوره‌ای که بهت گفته میشه بخونی. جالب این که گفته شده این ذکر برای ازدواج هم مفیده، اما در این مورد باید کل آیه رو بخونی. همچنین این ذکر در فروش کالا هم بسیار اثرگذاره و میتونه رزق شما رو افزایش بده. نکته آخر و بسیار مهم این که به فراوانی نعمت‌های این دنیا ایمان داشته باش. دنیا پر از نعمته و خداوند بی حد و حصر برکت رو در اختیار ما گذاشته. به جای شکایت کردن از شرایط و مشکلات اقتصادی، ظرفیت و نگرشت رو گسترش بده. خیلی مهمه که باور داشته باشی هر چقدر نیاز داشته باشی همونقدر بهت داده میشه. بارها تجربه کردم وقتی ذهنم رو به یک عدد مشخص محدود میکنم دقیقاً همون مقدار نصیبم میشه. اما زمانی که خودتون رو به رحمت بیکران الهی بسپارید، نعمتها فراتر از حد انتظار جاری میشن. هر بار که سعی کردم همه چیز رو تنها با تکیه بر توانایی‌های خودم مدیریت کنم، متوجه شدم که برکت زندگیم کاهش پیدا کرده. پس بیایید همه چیز رو با قلبی مطمئن به خدا بسپاریم و اجازه بدیم که خودش بهترین مسیر رو برامون هموار کنه. ما انسان‌ها محدودیم، اما پروردگارمون بی نهایت بخشنده و تواناست. پس با تمام وجود بهش اعتماد کنیم و شاهد گشایش درهای رزق و برکت باشیم. حالا بیایید یک انرژی مثبت فوق‌العاده ایجاد کنیم. همه در کامنت ها بنویسید الهی شکر تا این موج مثبت در زندگی همه ما جریان یابه. اما حالا برویم سراغ این ذکر شگفت‌انگیز. یرجون تجارت لن تبور. هر روز صبح وقتی چشماتو باز کردی یا از خونه بیرون رفتی، این ذکر رو بگو و مطمئن باش که نتیجهش رو خواهی دید. این ذکر از آیه 29 سوره فاطر گرفته شده. برای افرادی که شغل ندارن، علاوه بر این ذکر باید سوره مزمل هم بخونن. همچنین اگر هر شب سوره واقعه رو بخونید، تأثیر فوق‌العاده‌ای خواهد داشت و رزق و روزیتون به طرز شگفت انگیزی افزایش پیدا میکنه. تأکید مهم من اینجاست که این ذکر اهمیت زیادی به انفاق میده.
هر ماه مبلغی رو کنار بگذار و ببخش. اما انتظار نداشته باش که فوراً همون مقدار به تو بازگرده. اگر با این نیت انفاق کنی که پول چند برابر برگرده، در واقع اثر کارت رو خنثی کردی. بنابراین نیکی کن و منتظر پاداش نباش، چون خداوند خودش به بهترین شکل ممکن جبران میکنه. از خدای مهربان میخوام که برکت و ثروت رو وارد زندگی همه شما عزیزان بکنه. دعا میکنم که همیشه پرروزی باشید و هیچ وقت در زندگی دچار مشکلات مالی نشید. آمین یا رب العالمین. دوستای گلم، اگر این مطلب براتون مفید بود، با لایک و کامنت انرژی مثبت خودتون رو به من برسونید. حمایت شما برای ادامه این مسیر الهام بخشه.